مرزهای ایران و افغانستان چگونه شکل گرفتند؟ علال خصوص موضوع سیستان. در آخر عصر 19 رقابت ها میان انگلیا و روسیه در آسیا زیاد می شود. ایران و افغانستان زیاده از 930 کیلومتر مرز مشترک از شمال به جنوب دارند که این در سالهای 60 عصر 19 تقسیم شده است که میان آنها سیستان است، یعنی سیستان هم در ایران و هم در افغانستان. در عصر 19 افغان ها میان هم می جنگیدند. این حکومت آنها را ضعیف می کرد و در ایران هم قاجارها ضعیف بودند. همین باعث می گردد که قدرت های جهانی به مثال روسیه و انگلیا پای خود را به اینجا می گذارند. بحث سرحدات افغانستان و ایران از سال 1872 تا سال 1934 دوام می یابد. اگر گوییم علال خصوص خط مرز را، یعنی خطکشی مرز را از سیستان انگلیس ها آغاز می کنند. انگلیس ها به امیر شیرعلی خان افغان 1.5 میلیون روپیه می دهند تا معاهده مرز را امضا کند. شاه ایران از این کار راضی نشد. از این تقسیمات انگلیس ها گفتند اگر راضی نشوی ما به افغان ها کمک میکنیم تا این منطقه را حفظ کنند. در نهایت ایرانی ها هم طی این فشارها راضی شدند. همینطور سال 1891 مرزهای شمالی ایران و افغانستان را هم انگلیس ها معین می کنند. در دوره حکمرانی رضا شاه پهلوی در سال 1935 هیئت از ترکیه می آیند و آنها مرز مشترک ایران و افغانستان را به پرگی به پایان می رسانند. از همین جاست تا امروز این مرز باقی است.